the Almighty. Allahu Allah. Smile upon her face, me know she pleased with this eyes. Coming around to make them gyal roll out them eyes. I'm so lonely, broken and گل می‌گذرد، موسمی گل می‌گذرد. ناچیده کاروان زی پل می‌گذرد. امسال گذرد، سالی دیگر باز آید. تا سالی دیگر عمر جوان می‌گذرد. جوانای عزیز، جوانی را خوش‌رنگ استفاده بکنیم. یک تشمه ما جوانیم همه خیلی ریزویم، خدا را شکر میگم. پروردگار را هزاران بار به عدد شکر میگم که جوانی به حد خوش رو گذشت. کودکیمون عذاب قطعی گذشت، به حد عذابی سخت بود کودکیمون. جوانیمون شکر خدا خوش رو گذشت. در آینده دعا میکنیم که خدا با در پیریمون بتیه. واجب میبینیم جوانان را به نهایت هستن، جوانای لایق‌قدرمند، جوانای اکما ایمینوی کسب خما در نظر دارم، صنعتکارا را در نظر دارم. جوانای لایق‌قدرمند هستن اونی که جوانیشون خوش رو استفاده نمیبرن. هر یک مینوت استفاده بردن در کار. نگاه شاعر چه گفته میگه؟ ناششته کاروان ناچیده کاروان زی پل میگذرد. اگه گفتم کاروان یک پرک میگذره میره. لیکن این سال گذشت هم کاروان سالی دیگه میآید. لیکن تا سال دیگر عمر جوان میگذره. جوانیت میگذره. برای همین برادرای عزیز جوانی را خوش استفاده ببرین. جوانی را احتیاط کنین. جوانی یک بهاره مثل بهاره تیزی بعد میگذره. برای همین بعد هستند که سین سالشون میره و نکیم رنگ جوان میمونن و صد کنین یکنی جوانی دیگه. او جوانی دیگه وقتی من میتونم همه کارا بکنم. ای دست همش میویا. نکیم همه آدمی مسلمان خودش ایزو میکشه. برای همین سنگ ملامت زدن هم دروغه. هر کس خداوند خودش هدایت کنه هر یک آدم. اون خداوند هدایت کنه به گفتن دروغه. به فکری من میخیله. روزی سعید جمعه همتون مبارک باشه برادرای عزیز. البته که کانال من را پیگیری کنین دوستان عزیز. با نوارای خوب و خاطرمان چی در دبی باشه چی در دیگر شهرها باشه کدام شهری که من رفتم بنوار میگیرم. خیلی کاری ما همیشه برادران ما بنوار میگیریم پیشکش شما میکنیم شما ببینید. ما کاری ما برای چی ما همیشه میگم که ما شرکت ها خیلی دو گوار داریم. مقصد اینه یک تشمه ایمینای سرپرسته که مرا سرپرستی میکنه. من خیلی شهرها میام چی ترکیه دا بدم چی دیگر مسکو میرم و چی ازبکستان و چی دیگر جا میرم. مرا سرپرستی میکنه شرکتی موحدین. اینا بازم رقمش میمونم برادر عزیز. کسانی که گرانیت میخوان بگذارن اینا محرمت با دیگر کمپانی ها هستن که مقصد شرکت ها هستن که ما را دستگیری میکنن و ما و را رکلام میکنیم. برای گذاشتن گرانیت شرکت موحدین در خدمت شما. افیسشون در مترو وادی استادیوم. مرحمت زنگ بزنین. سربلند خانواد باشین. دوستانم در کجای باشین نباشید خداوند یارو مددگارتون. یک بار دیگر روز جمعه به هر یک شما مسلمانان روی دنیا مبارک باشه. جوانای عزیز جوانی را خوش رو استفاده ببرید.